بسم الله الرحمن الرحیم. چگونگی ایمان به ذات خالق متعال در کتاب و سنت بدانیم. یعنی ایمان داشتن به الله سبحانه و تعالی را وظیفه مسلمانی است که مطابق قرآن و سنت بدانه. این که مثلا هر کسی از عقل خود استفاده میکنه و از علم خود استفاده میکنه، این درست است. یعنی تا اندازه ما و شما از حس استفاده میکنیم. حس انسان تا یک حصه میبره، عقل هم تا یک اندازه میبره. لکن در اسلام کس باید ایمان داشتن به الله را مطابق قرآن و سنت یاد بگیری. شما یکی از علما هست، این باز برای ما مثال میداد، استادای عقیده هست. این میگه مثلا شما یک مثال بگیرید. مثالی هست یک نفر دروازه را تق تق میکنه. وقتی که دروازه را تق تق کرد، عقل حس برات میگه که دروازه تق تق است. حس نمی قدر میگه. اما ای که دیگه گپ بزنه، حس فقط خبر میده که چی است؟ دروازه تک تک است. اینال حس دیگه جواب نداره. باز عقل میگه که در پشت دروازه کسی هست. چرا امی تک تک ناقی نمیه؟ گوش برات گفت که تک تک است، حس سامعه. عقل برات میگه که در پشت دروازه کسی هست. اگر عقل بگه که پشت دروازه کی هست، عقل میگه بیادر من آزار ندی. ما اندازه من اینم قدر است که من برات گفتم که در پشت دروازه کسی هست. این که پشت دروازه انسان است یا ریش سفید است یا جوان است یا خرد است یا کلان است، این ما به ما تعلق نداره. پس از همین خاطر است که تو میری یک طفلک خرد صدا میکنی و برش میگی که برو بچه‌م دروازه را چی کن، ببین که پشت دروازه کی هست. بازو برای تو احوال میره. از این خاطر حس بر ما میگه که جهان هستی رو ما و شما میبینیم. انسان هستی، مخلوق هستی، چشم داره، دست داره، پای داره. عقل بر ما میگه که اینمی انسانی که از این کائنات، مثلا این آفتاب و مهتاب و سیارات، این خود چی داره؟ حتما کسی اینا رو خلق کرده. این حال اگر حس و عقل پرسان کنیم میگه که حالا حتما خالقی داره. حالا این خالق کی هست؟ چی صفات داره؟ متوجه هستین؟ و این را باید از طریق چی بفهمی؟ از طریق وحی. پس پیغمبرها را الله رایی میکنه، او بر ما میگه که این جهان کی خلق کرده. اینال قاعده همی است که ایمان به ذات خالق متعال مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باید بفهمیم. اینال اگر کسی تنها به حس خود و به عقل خود اکتفا میکنه، با صفات خالق و ذات خالق درست شناخته نمیتونه. چرا؟ خالق متعال مربوط غیب میشه و غیب باید از طریق چی باشه؟ از طریق وحی باید باشه. متوجه هستیم؟ باید از طریق چی باشه؟ وحی باشه. این حال بسیاری کسایی که در وجود خالق از عقل خود کار میگیره، در یک چیز غیبی مداخله میکنه. از این خاطر اکثرا فلاسفه‌ای که عقل خود در شناخت خالق، یکی عقل اندازه خود داره. عقل برات میگه بله اینمی جهانی که هست، مثلا اینمی عقل برای من میگه که اینمی کامپیوتر تصادفی نیست، اینمی ورد است، ویندوز است، اینمی فایل ها هست، اینمی چیزای از این که هست، این یک کسی ساخته است. این حال عقل برای من گفتن نمیتونه که کی ساخته. من مجبور هستم به چی مراجعه بکنم؟ با مو کتلاگی که در امرای ازی هست. در اون کتلاگ برای من گفته که کی ساخته، چه قسم ساخته، چرا ساخته، این شرایط شکلش برای ما میگه. پس حس و عقل نمیتونه که حس و عقل انسان تا یک قسمت میرسانه. باز مجبور هستی که از چی استفاده کنی؟ از وحی. از این خاطر خالق متعال هم به خاطر جهان و عالم هستی برای شناختش کتاب روان کرده که قرآن عظیم الشان است. و همچنان اینال صفات خالق متعال چون مربوط غیب میشه، وقت فلاسفه، اکثرا شما فلاسفه را ببینین، علمای ساینس را ببینین، علمای تکنولوژی را ببینین، اکثر از اینا ایمان داره که خالق وجود داره. اما وقتی که از عقل خود بیشتر کار گرفتن و خواستن که خالق از طریق عقل بشناسن، در گمراهی رفتن. نفهمیدین مقصد منه؟ یعنی عقل و حس را تا یک قسمت میرسانه، جهان میبینی با حست و عقلت میگه این جهان خالق داره. این اکثر ساینسدانا و فلاسفه یا قبول دارن. هر کس شونک پرسان کنه میگه بله من ایمان دارم به وجود خالق. مشکل کلگی چی است؟ ما و شما که مشکل نداریم، به خاطر همین قاعده را تطبیق میکنیم که آل ای خالق
ذاتش چه قسم است و دارای چی صفات است، این باید از طریق چی بشناسی؟ وحی بشناسی. و در جایی که وحی برات میگه مربوط غیب است، در اونجا باید تسلیم شوی، بگویی که نمیفهمم. مثلا ما و شما میگیم در قرآن برای ما گفته الله ید داره، ید الله فوق ایدیهم. آل اگدهی از عقل خود کار بگیریم گمراه میشیم. پس میگیم که ید الله فوق ایدیهم. وقتی که پس میگیم انال ید الله را، آیت دیگه قرآن میگه که لیس کمثله شیء. پس ید خدا، ید خالق متعال مثل ید انسان نیست. اگر تشبیه کردی شرک آوردی، اگر تمثیل کردی گفتی العیاذ بالله دست الله مثل دست فلانی مخلوق است، شرک شد. صحیح نه؟ اگر انکار کردی گفتی نه هیچ ید نداره، آیت قرآن چی شد؟ کفر شد. پس اناله، فهمیدین نه؟ پس در ذات خالق متعال ما و شما چی میگیم که الله متعال گفته که خالق هست. بله، این خالق چه قسم خالق است؟ میگیم لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خلاص این رو فهمیدیم؟ بله. خالق در قرآن صفات خدا گفته، ذات خدا گفته، کیفیت ازیری بر ما بیان نکرده. آیا دست خالق متعال کیفیت داره؟ ید الله کیفیت داره یا نداره؟ کیفیت داره، اما کیفیت شما نمیدانیم. فهمیدی یا نه؟ نفهمیدین گپه؟ الله ید داره، یک آیت قرآن میگه که الله دست داره. صحیح نه؟ در آیت دیگه قرآن میگه که الله نفس ذات داره. صحیح؟ آل ذات الله مثل ذات انسان است؟ نه. چرا آیت دیگه قرآن چی میگه؟ لیس کمثله شیء. پس الله ذات داره، ذات الله را باید مطابق قرآن بشناسی. قرآن ذات الله را معرفی میکنه، میگه لیس کمثله شیء. صحیح شد نه؟ و باید در آیت قرآن میگه که ولا تضربوا لله الامثال، برای الله مثال نگوید. مثلا من میگم که شیخ مثل او برادر دیگه هست، پس وقتی که این دو تا را مثل میگیم خود دو تا مخلوق است، از ذات خالق باید دیگه نزنیم. پس ما ایمان داریم که الله سبحانه و تعالی ذات داره، انسان هم ذات داره، لکن ذات الله مثل ذات مخلوق نیست. ذات مخلوق محتاج است، ذات خالق محتاج نیست. اکثرا بت پرستا و قبر پرستا مشکلشان این است که خالق متعال به پادشاه چی میکنن؟ تشبیه میکنن. پادشاه مخلوق است نیست، پادشاه محتاج است. پادشاه به سکرتر ضرورت داره، پادشاه به رئیس دفتر ضرورت داره. صحیح نه؟ این یه وقتی که خالق متعال به پادشاه تشبیه کردن، اینجا برشان چی پیدا میشه؟ شرک پیدا میشه در صفات الله. پس فهمیدین این قاعده را؟ در این قاعده میگه که ایمان به ذات خالق از طریق چی بفهمیم؟ از قرآن و سنت بدانیم. بسیاری کسا مشکل شانی است که به قرآن و سنت رجوع نمیکنن. به چی رجوع میکنن؟ به عقل خود. وقتی که در ذات خالق که مربوط غیب است، قرآن برات میگه در ذات خالق متعال باید چی باشی؟ تسلیم باشی. مربوط غیب است، بگویی که ما الذین یؤمنون بالغیب، به غیب ایمان دارن لکن زیاد مداخله نمیکنن. فهمیدین نه؟ پس در غیبیات باید مداخله زیاد نکنیم. در هر چیز غیبی که است، مثلا آیا مرده در قبر عذاب میبینه؟ بله. نعمت برش داده میشه؟ بعضی کسا از عقل خود کار میگیره که خب باش من یک ماشین میمانم، یک تایپ، یک کمره را ببینیم چه قسم عذاب میبینه. صحیح نه؟ بعضی کسای دیگه باز میخیزه میگه والا چطور است و چنان است، از عقل خود دلیل میگه. وقتی که پیش ما میایه، ما برش میگیم برادر عزیز، قبر مربوط چی است؟ غیب است. عالم قبر که است، عالم چی است؟ برزخ است. در عالم برزخ اینمی متوفا رزق میشه. شهدا چی هستن؟ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. بر از یا مرده نگوین، اما در آیت دیگه میگه که کل نفس ذائقه الموت، هر کس میمره. پس اینا به حساب جهان ما چی هستن؟ مرده هستن، اما به حساب عالم برزخ که عالم غیب است یا زنده هستن، در اونجا رزق میخورن، دوزخی ها عذاب میبینن. اما اگر تو در پالوش خوام باشی نمیفهمی. چرا نمیفهمی؟ مربوطه
غیب است. اگر بفهمی باز از غیب خلاص شدی برآمدی. حالا اگر مثلا یک مرده مثلا یک کمونیست یا کافر ترکی یا حفیظ الامین یا نجیب مردهش بکشه و اونجا بخیزه بر مردم و او مردم تو گرسایت شده فرقم خورد که تو مثلا یک کافر در دنیا نمیدونه کلی مسلمان میشه. حتی فرعون چه وقت مسلمان شد؟ وقتی که ملائکه را دید، میگه دوادی جان کندن که است پرده غیب برداشته میشه. فبصرک الیوم حدید، میگه چشم تو حدت پیدا میکنه. چی معنی؟ یعنی اینقدر میبینه، جنت میبینی، دوزخ میبینی، فهمیدی؟ ملائکه رو میبینی، ملک الموت میبینی، میاد جانت خفقت میکنه، روحت میگیره، کل چیزا میبینی. کفن که از جنت آورده میشه برای از کفن جنتی برای جنتی میبینه، ملائکه رحمت میبینه، ملائکه عذاب میبینه. پس ایناله اونایی که چیزا رو میبینن، الله متعال وقتی که این وعده ها یعنی چیزای غیبی هست کلش میبینه. فبصرک الیوم حدید. متوجه هستین نه؟ خب حالی که الله متعال میگه که فبصرک الیوم حدید، فرعون دعوای چی میکرد؟ فرعون میگه انا ربکم الاعلی، و مردم من خدایتان هستم. اما وقتی که فرعون غرق شد، وادی مرگش آمد، چشماش چی شد؟ باز شد. وقتی که باز شد فبصرک الیوم حدید، صدا کرد فرعون آمنت بما آمنت به بنو اسرائیل. گفت من ایمان آوردم با آن چیزی که بنو اسرائیل ایمان آورده بودن. چرا؟ پرده غیب برداشته شد. تا بالا انکار میکرد، حالا دید که دید تسلیم شد. الله برش الان وقد عصیت، برات 30 سال 40 سال 50 سال 80 سال عمر دادم، ایمان ناوردی، حالا که به چشم دیدی حالا قبول نمیشه. پس در ذات الله و صفات الله را ما و شما میگه مربوط غیب است، کیفیتش نمیفهمیم. صحیح؟ آنچه که در قرآن و سنت آمده ایمان داریم. از این خاطری قاعده امیره بگفت که ایمان به ذات خالق متعال، اما قسمی که در قرآن عظیم الشان هست.